را قاتلی برادری خودم کردن. قاتلی برادر. برادر آتش نگاه کن. با دستی خودم او را کشتم. جوان پسر بود بیچاره. برادر را قاتلی برادر کردم. یاشار او را کشتم. تو چی شد؟ بیستو با کجا میروی؟ کشتم برادرم. یاشار تو چی ها میگویی؟ سرده مرا. یاشار برادری خودم با را کجا کشتم. میروی؟ با یاشار چی شده باشد؟ آمدم. تیار شو میرویم. با کجا؟ از برای تو شده. من کار کردن نمیتوانم. با دکتر میرویم. تو حامله پامیله نیستی. دروغت را فوش میکنم. با حجتم باور نداری مگر؟ با حجت خلبکیت باور ندارم. چرا باور نمیکنی با من؟ برای اون که پیش از این چندین مرتبه دروغ گفتی. انا برای همین باور نمیکنم. مایلش این خیل باشد میرویم. یک دختر شناس دارم. عجبا سرما آزگور گفتنیزم کی پوشد. شرف؟ آیا این پینور نیست؟ این دختر در این سراغه چی کار میکرده باشد؟ پینور با این ماشین چه علاقه دارد؟ آنها به کجا میرفته باشد؟ خانم نیست. نزدیک نشوید. آروم شوید. آروم شوید. در کجاست؟ آروم شوید. در روی ماشین نیست. در پایان. نمیدونیم مادر جون. در پایان. خانم نباید. امیر در پایان. او در پایان. چه شد؟ پسرم در پایان. در چوکوری. نمیدونیم. خدایا خدا نگاه دار. کماندان پسرم در کجاست؟ آیا با چوکوری افتی دست کبزن؟ یگان جسد نیافت. تنها در دستمان یک حجت. خدایا پسرم را حمایت کن. خدایا پروردگار پسرم را حمایت کن. امیرم در پایان است. در چوکوری. امیر پروردگار. کماندان شاید پسرم زنده است. نگران نباشید. مقامات کاوی را فرمان دادیم. همه جای را انتخاب میکنند. از پس اون تاکسی رو نید. ماما خانم از این چقدر یکم کسی در نمیبرد. با کمی از 40 متر است میفهمید. مگر ماشین رو نمیبینی؟ ماشین پچک شده است. خدا میداند که جسد اون بیچاره به کجا پریده رفته باشد. آقای خیرتی التجا میکنم گبزن تو که خاموش شوند. پسری من نمرده است. امیر خیلی نمرده است. با خدا امید ببند. خداوند بزرگ است. خودش میداند. این رو از چکوری افتم. این از امیر است مگر؟ سرده این چیزو از آنی پسری من نرسید. یکم کس نرسد. پسرم پسر جانم چیکارم میسوزد. آقای خیرتی چیکار سوز شده.
میگویم که گیره حقیقی رو مادران میکنن راست بوده است در جیگرم آتش علنگم میزنم جیگر من هم میسوزد خواهش میکنم امیرم رو یابه. خانم نگران نباشید، همه جای رو از نظر میگذرانیم. اگر در همین جای باشد البته او رو مییابیم. خانم یاسمن شما پدر و مادر رو آرام کنید، حالی آنها خوب نیست. روید. مردم را جمع کنید تا که نقشه هایم را گویم. اطاعت قماندان. خواهش میکنم همه اینجا بیایید. در کجایم؟ یگون کس نیست. کجایم؟ خودش چی گفت؟
همه رفیقی امروز 20 فوریه 2011 مرا دزدیدند و بعد صدمه شد. به خاطر دارم راه گشتم، بعد به چکوری افتیدم. چند ساعت گذشته است نمیدانم. سرعت خونریزی هم زیاد می شود. آب نیست، خوراک نیست. برای از اینجا برآمدن بند هم نیست. نمیدانم که چرا اینجا من به این حادثه دوچار شدم. کمی زودتر همه به ماشین ها سوار شوید. زودتر. کسی که سبب این کار شده است پروردگار او را به این بلا گرفتار کند. زودتر همه سوار شوید. با ما بیاید رفیقان، از پی هم دیگر شوید. من در اینجا بکار نشستن نمیتوانم. مرا همراه خود برید. پسرم من هم میروم همراه شما. ممکن است من هم روم. جناب اگر خواهید شما هم بیایید، اما به خانم ها اجازت نیست. مرا هم با خود گیرید. التجا میکنم آقای قماندان، صبر طاقت کردن نمیتوانم. آرام شوید. در اینجا انتظار ما باشید. زود به شما خبر میرسانیم. مرحمت، شما همراه من بیایید. مایلش انتظار شوید. زودتر یک قسمت به این طرف گذارید، قسم دیگر باشه به اون طرف حرکت کنید. زودتر از پی هم دیگر شوید. مایلش ما به این طرف بریم. جستجو کنید. مایلش انا همینجا. اینجا؟ بله. مگر من با یگان احمق مانندم؟ تو گمان میبری که من با دکتر مصلحت کردم؟ از دست تو همه کار میآید. دکتر شناسد، درست؟ با اینجا نه. ها انا با آنجا. خیر مایلش. رفتیم. اوه فریده، دختری احمقی من، تو خوب کردن رو دوام ده. فریده کنی یک به اتاق من بیا. بهوده تو رو رنجوندم. تو از زمین تا آسمون حق بوده ای فریده جون. نفهمیدم. پینور رو در نظر دارم. دختری خوب نبوده است. او حامله دار شده است. از یک مردی زن و فرزند دار.
وای وای به خدا که خانه اون مرد رو ویران میکنه. خانه دار بود است گفتید؟ وقتی که من هم شنیدم زبونم لال شد. خیر میلش سخنهایم رو به یگون کس نگوی. اگر به گوشی او رسد بین شما نافهمی میشود. خودت رو آلوده این کار نکن. میتوانیم که این ماه اتاق کودکمان رو آماده کنیم. همین خیال نه؟ الو فهمم خانم، مرحمت کنید شما رو انتظارند. پیش از این تولد کرده بودید؟ نه کودک اولینم. نباشد شما به اتاق اولتراسادو گذارید. مرحمت گذارید. انا بینید تیفلتان در اینجا علاقه عضوش انکشاف یافته ایستاده است. تقریبا 7 هفته نمی باشد. تپش دلش رو میشنوید؟ همش خوب رفته ایستاده است. این حال یگان مشکلی نیست. اکنون چی کار میکنم؟ پینور رو در نظر دارم. دختری خوب نبوده است. او حامله دار شده است. از یک مردی زن و فرزند دار. وای وای به خدا که خانه اون مرد رو ویران میکنه. آجا میگویم نمیشنوی؟ چی شد؟ این را بینید بسیارم شیرینک می نماید. با بازیچه های من مانند میخلنه؟ بله بیا رفتیم آمینه. آجا کاش که من هم همین خیل دادرک می داشتم. راه گرد گفتم. باز چند ساعتی دیگر طاقت کرده میتوانسته باشم. نمیدونم. من باید از اینجا برایم. این مصیبت از کجا به سرم اومد؟ نمیشود. نمیشود. ماری خوابیده را بیدار کردم.
خدایا کمکم کن. چرا همه این بلاها به سر من می آید؟ چرا؟ برادرم گم شده است. زنده بودنش معلوم نیست. پینور دعوا دارد که میلادور شده است. چرا همه این مصیبت ها به سر من می آید؟ آخر مرا قاتل برادرم کرد. من با گناهم چگونه زندگی میکرده باشم؟ چی طور بر روی پدر و مادرم مینگرم؟ شرف من به جستجوی امیر میروم، تو میایی؟ میرویم. من اینجا انتظار شدن نمیخواهم. نباشد دخلم را گم میکنم. پسرم گذر. شما با بالا رفته دست رویتون رو شوید. من حاضر می آیم. خوب شد از زوجه جان. حامله‌دار شده است. از یک مرد زن و فرزنددار و خدا که خانه اون مرد رو ویران می‌کند. اوجا به شما چی شد؟ آمینه با بالا رفت. مادر تو مویت رو برای او سفید کن. فریده بیدار شو. اون زن کیها نقشش رو عملی کرد. مادر شما چی ها میگویید؟ امروز شوهرت رو با پینور دیدم. عجبا با کجا میرفته باشد؟ به تولد خانه. تو گفته بودی که بین اونها چیزی نیست؟ نه این خیلی نیست. شرف این کارو کردن نمیتواند. حالا هم شوهرش رو پشتیبانی میکنه. دخترم کمی چشمت رو باز کن. شوهرت از دست میرود. اون زن از شرف حامله‌دار است. مادر بس کنید. دیگر شنیدن نمیخواهم. من به شوهرم باور دارم. حتما این کار انیق می شود. مادامی که تو به اینجا اومدید کودک‌ها رو نگاه بین کنید، امیر درست شد که گم شده است. همه در گفت و گفت مشغول هستند. من هم باید در نزد آنها باشم. تو همین خیلی فکر کردن گیر. وقتی که به سرت آید بعد میفهمی. میبخشی کودک‌ها رو نگاه بین کردن نمیتوانم. کارم بسیار است. حتما این کار انیق می شود. بچه ها تیار شوید می رویم. امیر 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 برادرم کجایی؟ امیر امیر برادرم امیر 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 ای امیر امیر ای امیر 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 ای امیر 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 تو در کجایی؟ صدا کن. استد چی شد خماندو؟ از اینجا با 3 گروه تقسیم میشویم. باید تمام اطراف رو خوبتر بکاویم. نزدیکان امیر رو با خود گیرید. باز به شما یک گروه دیگر میدیم. تمام ما باشیم تمام تپه ها رو از نظر میگذارونیم. فهمو. شرف با من بیا. پدر اقلا مرا یک مرتبه از خود دور نکنید. امیر برادر جانی من است. اجازه دید من هم همراه شما گفتگو کنم. بچه ها کمی استراحت کنید. بعد جستجو رو دوام میدیم. ایتاد سردار. امیر
راو خلاص شدن نمیتوانم. راو چی ماری بد روی. دف شو باید زهری او را زودتر برارم. باید زهرش را برارم. خداوندا به او کمک کن. در پناهت نگه دار پسرم را. نگه دار. دخترم تو در اینجا چی کار میکنی؟ بچه ها رو برای چی با خودت آوردی؟ مادر طاقت کردن نتوانستم. یگان خبر هست؟ بیبی جان با امکم یکون تو حدیث این خوشرویی نمیدی ها؟ همش خوب میشه با دخترم. با مددی پروردگار جا نکنی من. پسرم رو یافتید؟ یافت شد. آدم ها برگشته آمدن. توقف میکنیم. سحر گفت که را ادامه میدیم. سحر؟ تو آدمی سحر وقتی زیاد است. اگر رو زخم برداشته باشد چی حالش چی میشه؟ فکر نمیکنی؟ خانم همه خسته شدند. تمام اطراف تاریک است. دیدن نمیتوانیم. باید کمی استراحت کنیم. سحر حتما گفتگو را ادامه میدیم. خانم به کجا میروید؟ مادر. پسرم اگر تو گفتگو نکنی من میکنم. تو آدمی سحر بیکار نشستن نمیتوانم. خواهش میکنم. من انتظار شده نمیتوانم. این دل هست، دلی مادر. آیا تو مادر نداری؟ مادر دردی فرزند رو میفهمد. من طاقت نمیکنم. میفهمی طاقت نمیکنم. مایل شما غمگین نشوید. گفتگو رو دوام میدیم. فهما؟ اطاعت قماندان. فهما. بچه ها هم از پای کار شوید. خوب شده سر. گفتگو رو دوام میدیم. پسرم رو ساق و سلامت افتاده. به خواست خدای رو مییابیم. شما آروم شوید. گفتگو رو ادامه میدیم. اطاعت سردار. رفتیم بچه ها. زودتر ما ماشین سوار شوید. رفتیم. پروردگار میدونم که گناهایم بسیار است. مرا ببخش. فریده کودک ها رو گرفته ببر. در این خونه که بیمار میشوند. بیبی جان امکم رو به خونه میارید ها؟ دخترم امکت رو در خونه انتظار شو. دعا کنید. پروردگار دعای شما رو قبول میکنه. رفتیم بچه ها. بیبیتون راست میگوین. اگر یکم خبر شد با من زنگ زنیم. بعدش نگران زودتر باشه دخترم.
من نرس دست نرسون من همیشه شما غمگینم دیوانه میشوم برای چی شما مرا بد میبینید وقتی مادر شدی نه بد میفهم وقت رفته ایستاده است. زهر به تمامی بدنم پهن می شود. مرگ ازید. قوه هم تمام شد. سببی به سرم آمدن این حادثه رو خودم نمیدونم. تا به امروز به داد یگان کس نرسیدم. گوش کن امیر، آخرین مراتبه میگویم از بار این دختر گذر نباشد حیات هممون رو میسوزاند. من با این قدر گکروی و کبر و غرورم گمان کردم که انسانی با معرفت هستم. من راضی نیستم که خانه دار شوید. دخترم را به تو نمیدهم. از دخترم دست کش. فکری مادر را نکردم، گپی پدر را گوش نکردم که مقابل گفته های آنها برآمدم. پسرم آیا رو دل زنک کردنی هستی؟ کمی سخنهای مادرت رو گوش کن. وقتی که انسان دوستان نزدیکش رو از دست میدهد بعد به قدر آنها میرسد. شرف تو هم پدر هستی، مرا تو خوبتر میفهمی. اگر برادرت یافت نشود، انشالله یافت میشود پدر، این خیل نیت نکنید. اگر با خواست خدا او یافت شود، این برای همه ما یک درس میشود. دیگر نباید هرگز دل شکنی کنیم. امک مونده شدید. کمی آب نوشید. وقتی که پسرم ننوشد آیا از گلوی من آب میگذارد؟ تشکر پسرم، خدا برکت دهد. خدا مددگارتان باشد. حالا نغزک گوش کن مرا. با تو میگویم که کودک از آن من نیست. میفهمی مرا؟ من گفتنیم که برای تولد کردن کودک راضی نیستم. جان گفتنی چیز ملکی به صاحب نیست، امانت الله است. اگر در نصیبش زنده موندن باشد پسرم را پیدا میکنم. خدا خواهد میدهد، نخواهد میگیرد. ما حکم داده نمیتوانیم. گویا که به خواهش او میشده باشد. میگوید راضی نیستم. حالا چیکار کنم مادر؟ اکنون از من مصلحت میپرسی؟ از اول باید فکر میکردی. خیر کار شده شد. مادر جان یگان مصلحت دهید. اکنون به سرت بلا خریدی. از این پس کوشش کن که او رو از زن و فرزندش جدا کنی. اگر او مرا مجبور کند چیکار کنم؟ تا شرف با تو ازدواج نکند از او کنده نمیشوی. این رو از یادت نبرار. این عمل زیشت برای تو فرصت طلایی میباشد.
فرصت رو از دست نده. فهمیدی؟ بچه ها شما چی می نویسید؟ درس ندارید مگر؟ برای اما کم دعا می نویسیم. کنی بیایید مثل بابایتان دعا کنیم. صلوات به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آورده می توانی؟ می توانم. من نمیدونم صلوات رو با دلم خونم یا با صدای بلند؟ می فهمونم. گوش کنید. صلواتی که به پیغمبرمون می آوریم دعاهایمون قبول می شود. صلوات معنای سلام را دارد. اگر هر یکی ما پیش از دعا و بعد از دعا کردن صلوات بگوییم پس دعاهای ما قبول می شود. اکنون فهم شد؟ سر می کنیم دخترم. در اول صلوات می فرستیم، بعد در حق امکتون از خدا کمک می طلبیم. آجه شما برای کی دعا میکنید؟ برای یک جا بودن اویلمون دعا می کنم. برای امکت، برای پدرت، برای تو، برای یاسین، برای همه امون و برای همه انسان ها دعا کردم. مادر جان هوا بسیار خنک شده است. رفته در داخل ماشین انتظار شود. نمیروم، من خوب هستم. وقتی که یافت شد ما به شما خبر میرسانیم. رحمت تو کاری خودت رو کن. نه لش اختیارتان. مرحمت. این رو گرمکک نوشه، چای بالا زد شده است. تو امیر یافت نشود از گلویم یگان چیز نمیگذرد. من هم نمی نوشم. خیر مالش. چقدر اینکه غضبناک شده. شما حق هستید. شاید سبب تمام این حادثه ها من باشم. حالا هم شاید میگوید. امیر نجات یابد. من به همه کار راضی هستم. آرا یابم برای من کافی است. عجیب است. اگر انسان مردنش را داند هم امیدی از این دنیا کندنش را نمیخواهد. اگر بخواستی الله یگان کس مرا یابد. حالا مثل یوسفی در چاه بوده. مثل یوسفی در چاه بوده می باشد. اگر عمر من به پایان رسیده باشد پس اینجا مزار من می شود. تو حال او رو نیفتند؟ نه نیافتیم. قریب همه جا رو گفتیم اما پیدا نکردیم. گفت و گفت رو دوام میدهند؟ میدهند لیکن میگویند که امیدتون را کنید. خدایا تو به ما کمک کن. میگویند که در هوای خنک گردار شده باشد طاقت کردن نمیتواند. شرف بس کن این خیلی گپا رو.
چایدم میکنم میخوری؟ بسیار خوب میشود. شرف یک چیز پرسم ممکن؟ آیا پینار با یگون کس رفت و اومد دارد؟ در این دمی سحر مرا دیوانه نکن. خدایا توبه. من حیات شخصی او را از کجا دانم؟ کاری من چی؟ التجا میکنم از پینار احتیاط شو. فریده بس کن. در این موضوع دیگر گپ نزن. فهمو تنفس تمام شد. گفتگو رو دوام میدیم. احمد تو با آدم هایت به طرف شمال میروی. اطاعت قماندان. یوسف تو باشه به طرف شرق حرکت میکنی. اطاعت سردارم. هم از پی کار. من با آن گروه میروم. اگر خواهی ما به این طرف رویم. من هم با همین طرف میروم. زودتر. امیر 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 بیدار شو. هرگز چشمانت را نپوش. با من باش. امیر امیر خواهش میکنم صبر کن. یاسمان ما خطا کردیم. به رفیقی والدین خاندار شدن خواستیم. کاری خطا کردیم. مرا ببخش یاسمان. مرا ببخش. امیر التجا میکنم ایست. من تو را بسیار دوست میدارم. مرا گذاشته نرو. امیر 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 فهمیدم که حامله دار شده ای. معلوم. لیکن از کی حامله شده ای معلوم نیست. من در حیات سرم غیر از تو کسی رو ندارم. فهمیدم پینار. من این کودک رو نمیخوام. فهمیدی؟ تولد نمیکنی. از تو نمیپرسم. قرارم رو دادم. همین خیلی. کنی اینجا بیا. سرده. شرف. پیش دارم. تو چی کار میکنی؟ ای سرده. شرف. سرده. شرف. امیر 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 تو کجایی؟ امیر 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 یاسمان امیر این رو بین. امیر این متو از لباس امیر است. امیر هی ایسته. زود اینجا بیاید. چی رو یافتی؟ این متو شاید لباسی برادرم باشه. خوبترش به این طرف رویم. به این طرف رفتن ممکن نیست. شکارچی ها برای حیوان ها چاه کندن. چاه برای حیوان ها؟ التجا میکنم آنجای رو نیز از نظر گذرانه. وقت رو از دست ندید. عزیزان همه به این طرف.
تو چی کار میکنی؟ در رو کشو برآمدن میخواهم. مادام سخنهای مرا گوش نمیکنی همون را هم تو را و هم خودم را میکشم. شرف تو چی ها میگویی؟ چی کار کرده است تو ده؟ اگر او تولد شود حالم از مردن بدتر میشود. انا این گونه مردن خوبتر است. تو گمان میکنی که برای رسوا شدن در نزد آدم به تو اجازت میدهم؟ دور شو. تو مرا فهمیدن نخواستی. شرف خواهش میکنم سر درو کشو. پینار بس قبول دارم. گمان کردم که به خاطر طفل تو مرا دوست میداری، ولی که صد افسوس تو ایران نمیخواهی. مردن نمیخوام. التجا میکنم درو کشو. کشو درو. امیر امیر پیش از قدم ماندن احتیاط شد. باز بچه خوری نفتیم. این جای ها پر از چای ولنگار است. احتیاط کنید باز نفتیم. میترسم که دیر موندیم. بس کنید اگه یشار التجا میکنم نیازی بد نکنید. او رو میابیم، باید او رو یابیم. امیر مادر شرف مرا نزد دکتر میبرد. اسقاط حمل کن گفت. راضی نشدم. قصد کشتن هر دویم رو کرد. پینار زودتر برو. درو کشا. حاضر می آیم. مادر جان چی کار کنم؟ میبخشید خانم سرما. آیا یگان حادثه رخ داد؟ پینور زنگ زد. اسکاتی حمل میکرده است. اگر نکند اون مرد هم تیفل و هم پینور رو میکشته است. حالا در بیمارخانه میباشند. قرارشون قطعی است. امیر من اینجایم. من اینجایم. من اینجایم. امیر یوسومک از این طرف یک صدا میوره. امیر بشنوید. امیر من اینجایم. این صدا از پایان میآید. من اینجایم. امیر انا در پایان بوده است. امیر خوب هستی؟ دارو بیارید. مرا مرگزید. چی؟ مرگزید؟ امیر جان توقت کن. حالا برادر جسورت به تو یاری میدیم. امیر در حال یاری تجیل راجق میزنه. تو رو نجات میدیم. هی اینجا بیایید. زودتر اینجا بیایید. دقت همگان میرسانم که امیر کمیسر یافت شد. چی؟ زخمدار شده است. یافت شد؟ ماشین یاری تجیلی و دکتر احمد مبارک شود. پسرتون یافت شد. دقت همگان میرسانم که پسرم صحت سلامت همین دم. خانم خواطر نباشد. پسرتون صحت و سلامت زنده است. چی گفت؟ پسرم صحت سلامت. خدا را شکر گوی. پسرم زنده شکر گوی. خدا را شکر.
رو شکر پروردگار. برداره امیر گفتم که نجاتت میدیم. خدا رو شکر که زنده ای. تیاری دیده ایستادیم. اولی جناب کمی پس او رو بهوش میکنیم. بله این رو میخوام. فهمم. شروع میکنیم. رفتیم خونم. من خودم. سرم مادر جان پسرم در این 2 روز کف شدم میمردم. مرا ببخشید. ایقل نگوی جانم. هرچی که برای تو کردم کم است. شکر که برگشتی. مادر جان من انسانی با تقدیر هستم. الله به من مصیبت فرزند رو نشان نداد. شکر خدا. مبارک شد. تشکر پسرم. الله از همه شما راضی باشد. منت دارم من از شما. اگر برادرش نمیشد او رو نمیافتیم. پسرم از برادرشم خدا راضی باشد. مادر جان